31 باب مکتب در پنجشیر بازسازی می شود. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر می گوید که برای بازسازی مکاتب 8.5 میلیون افغانی اختصاص داده شده که توسط آن 54 مکتب بازسازی شده و امسال نیز 31 باب دیگر آن بازسازی خواهد شد. 85 لک اونو پول ما به ترمیمات مکاتب و به یگان کمی و کاستی و که داشتن اونا را ما الحمدلله اکمال کردیم و 54 باب مکاتب ما ترمیم کردیم و رنگ کردیم و دروازه و کلکین و میز و چوکی چیزی که ضرورت داشتن اونا را اکمال کردیم و باقی مانده 31 مکتب دیگه را امسال ما در نظر داریم که ترمیماتشان شود و هم ضرورتشان اکمال شود. والی پنجشیر گفت که در مجموع 10 میلیون افغانی از سوی وزارت معارف کشور به این ولایت اختصاص داده شده بود که در کنار بازسازی مکاتب در ارتقای ظرفیت و تامین نیازهای شاگردان از آن استفاده می شود. پارسال ما به طور استثنایی از وزارت معارف که اونها توجه کردن و شفقت کردن به ولایت پنجشیر 10 میلیون یا 100 لک افغانی را برای ما استثنایی دادن که 85 لک اونو پول ما به ترمیمات مکاتب و به یگان کمی و کاستی و که داشتن اونا را ما الحمدلله اکمال کردیم. با این حال آقای حکیم می افزاید که پس از تثبیت استادان خیالی شماری از افراد از وظایف برطرف شدند که والی پنجشیر در مورد تعداد دقیق آنان چیزی نگفته است. از سوی هم شاگردان این مکاتب با قدردانی از بازسازی مکاتب از سوی امارت اسلامی خواستار توجه بیشتر حکومت در این زمینه هستند. قبل از تحولات هم مکتب به ترمیم اساسی ضرورت داشت، بعض خرابی‌ها داشت و بعد از تحولات هم آسیب‌های دیده بود، ولی خوشبختانه که امارت اسلامی وضعش ترمیم نمود، ولی بسنده نیست. این مکتب به رنگولی اساسی نیاز داره، کلکین در و دروازش به ترمیم ضرورت داره که ترمیم هم چی که بیخی است نو باید جور شود که آسیب بیشتر دیده. خداوند خیر بدهد امارت اسلامی را یا کسایی که به حساب درس همی بودن همین صنفا را به حساب بر ما کلکینا را جالی گرفتن، یک تعداد شیشه هایی که به حساب شکسته بودن وارا تبدیلشون کردن مکمل دیگه شیشه گرفتن. دیگه در قسمت آمدن مواشی و گپا داخل مکتب و داخل اطراف مکتب دور مکتب که تقریبا 125 متر طولش میشد، 95 متر هم عرضش میشد، این مکمل یعنی امارت اسلامی برای ما جال گرفتش مکمل. چیزایی که با ما جور شده ترمیم دروازه، ترمیم شیشه و کلکینا، قلفکایشان دیگه این پوش ما در اثر طوفان خراب شد و او را هم ترمیم کردن. سپاسگزار هستیم از دولت و ریاست معارف پنجشیر. ترمیم کلکینا و دروازه و دیگه بام مکتب که به اثر طوفان خراب شده بود، دیگه مشکلات که در مکتب داریم کمبود استاد است و کمبود مواد لابراتوار که برای تجربه استفاده میشه. دیگه مسئولین امارت اسلامی به نظام معارف کشور توجه ویژه دارند که همین اکنون در شمار زیادی از ولایات ساخت و بازسازی مکاتب عملاً جریان دارد.